سلام، خوش اومدین به کانال خودتون وایب چک. امروز قرار موزیک GTA از کدی رو با هم دیگه بررسی کنیم. اینم یکی از کساییه که این آرتیست جزو کسایی که بهش بها داده نشده. اینم به من اعتماد کنین، بریم گوش کنیم موزیکو، حتما خوشتون میاد. اعتماد کنیم به من، یه موزیک خوب دیگه گوش کنیم تو این اوضاع بیریخت رپ فارسی. آنتیک نیستم تیپین تیکه ستیف نگاهیدم ویدین دیکه اینا کام میگیرن کام رواشن مهربونه داشتم پای پیک سمپل GTA هم استفاده شده که بد خفنه. بیت خیلی بنگر کرده موزیکو، یه دلیوری لیزی داره، قشنگ انگار اصلا براش اهمیت نداره، یه گوشه انگار روی مبل لمیده داره میخونه که خیلی هم به بیت هم به فضای موزیک میاد. چقدر بیت های بامزه‌ای داره، یعنی تک بیت های قشنگ، هر کدوم به نوبه خودش جالبه. این قسمت رو گوش کنیم. مشکل گشام مثل ابوالفضلم اومدم تو بختت گره باز کنم. تو توی یه موزیک رپ انتظار نری بگه مشکل گشام مثل ابوالفضلم اومدم تو بختت گره باز کنم. یعنی توی آهنگ رپ تو انتظار چنین بیتایی رو نداری، ولی خیلی بامزه اومده بیانش کرده. جوری نیست که آدم گاردی بگیره نسبت به بیت، بگه این چه بیتیه. خیلی نرم شسته رفته اومده بیانش کرده. الان دیده میگه های تیچر GTA زده داره فاستی. جزو آهنگ‌هایی که انگلیسی درست استفاده شده، نه اونقدر زیاده روی کرده که شورش در بیاد، نه اونقدر تک و توک استفاده شده که بولد باشه و بزنه تو ذوق. استفاده از تک بیت هایی که اصلا انتظار نری توی موزیک رپ باشه، از بیت جالبای ترک. اینو گوش کنی. فاک چیه بابا تایده کف کرده مسپرسی. بیت های خوب خیلی داره واقعا ترک. چقدر میتونی اصلا هد میزنی با ترک. بیت خوبه، سمپلش هم که سمپل GTA که چی میخوای از یه ترک خوب؟ بین این همه ترک که الان میاد که همشون شبیه همن، هیچ فرقی با هم ندارن، ترک خوب بچسبیم بهش، گوش کنیم. نباید ویوش انقدر باشه، باید خیلی بالاتر از اینا ویو بخوره. حتما گوش کنیم. اکس چیا میخورم اسمارتی. بیت خوب پشت سرم همینجوری بیت خوبه، یعنی شما پلی کنین موزیکو همینجوری بیت خوب که میباره است ترک. حالا یکی باید فقط وایس این بیت خوب رو جمع کنه. اینو برای یه موزیک دیگه هم، برای موزیک زد هم گفته بودم، حتما بریم اونم گوش بدیم. آرتیست بودن یعنی همین، یعنی یک چیزی که همه همینجوری مستقیم میبینن یه پیچیدگی درست نه اضافی به اون. حالا تصویر، موزیک، متن بدید که خلاقانه و جذاب باشه. من قلبم یخ زده، قلبم مثل سنگه، اینا رو که زیاد شنیدیم. من قلبم یخ زده، قلبم یخچال اسنووا، با استفاده از طنز قشنگ منظورش رو بیان میکنه که این نمیبینیم. خیلی از رپرها میخوان حتی یه ذره طنز استفاده کنن، انقدر ضعیف اون طنز، مسخره در میاد. ولی این میبینیم که کدی اومده درست استفاده کرده. قلبم یخچال اسنووا رو بیت خالی کردم. اینم سومین کلمه که شاید اصلا توی یک موزیک رپ نشنوین، دیرین. اینم جزو همون، میگم اومده اون ساختار رو شکونده. اینجوریه که این جاده مثلا بهش گفتن این جاده رپه، این کلمه رو استفاده نکن. اومده به طور انگار لجبازانه‌ای اومده همون کلمات رو استفاده کرده، آورده تو موزیکش. این خیلی جالب کرده موزیکو، از اون حالت تکراری و تایپ موزیک رپ فارسی کاملا جداش کرده. یه ترک جذاب، ریپیتبل، خوب از کدیو داشتیم. بیتش هم از رنت پاکار بوده که شتاب به همون، دمش گرم. بیت قشنگی هم زده، سمپل درستی استفاده کرده، خیلی به موزیک کمک کرده. موزیک خوب گوش کنید واقعا. بس دیگه واقعا دوره این که بشینید و فقط موزیکایی که
از رپرهای معروف میاد و گوش کنیم نیست. باید رپرهای درست شناسایی کرد و واقعا اونا رو گوش داد. الان خیلی از رپرها رو اصلا نباید گوش داد. چیز جدیدی برای ارائه ندارن. البته خب این انگیزم بستگی داره که انگیزم خیلی تاثیر داره. وقتی آدم انگیزه‌ای نداشته باشه برای دادن موزیکی بهتر، همون موزیکا رو میده و وقتی تو کامنت ها همه ازش تعریف میکنی، از اون آرتیست مورد علاقتون و اشتباهات یا نقص هایی که موزیکش داره رو بهش نمیگین، فکر میکنه موزیکش 0 تا 100 همه چیش عالیه. اما خب میدونیم که اینجوری نیست. خوشحال میشم نظرتون تو کامنت ها بنویسین. موزیک GTA از کدی رو بررسی کردیم. موزیک خیلی خوبی بود، نقاط قوتش خیلی زیاد بود. من به موزیک نمره 7.5 میدم. خیلی ریپیتبل بود و 100% زیاد گوشش میدم و تا الان خیلی گوشش دادم چون موزیک دقیقا تازه نیومد و خیلی وقت پیش اومده. حتما برین موزیک رو گوش کنین. حتما تو کامنت ها نظرتون رو بنویسین. از رپرایی که حالا ناشناخته ترن حتما میخوام خوشحال میشم تو کامنت ها نظرتون رو بنویسین که به نظرتون ترک‌ها چجوریه، چنین ترک‌هایی اصلا دوست دارین یا نه فقط اون ترک‌هایی که از رپرهای معروف میاد دوست دارین. مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدین. بریم برای موزیک بعدی.